مرگ امیرکبیر از نگاه خیلیا نقطه پایان یکی از مهمترین تلاش‌های جدی نخبگان ایرانی برای توسعه و اصلاحات ساختاری در ایران بوده. خیلیا معتقدند که اگر امیر کشته نمی‌شد، ایران مسیر دیگه‌ای رو می‌رفت و چندین نسل از ایرانی‌ها سرنوشت متفاوتی پیدا می‌کردند. اما واقعاً اگر امیرکبیر کشته نمی‌شد، چی می‌شد؟ در این اپیزود سعی کردم با تکیه بر دانسته هامون از تاریخ و با استفاده از قوه تخیلم به این سوال جواب بدم که اگر امیرکبیر زنده میموند، آینده و تاریخ ایران چه شکلی میشد؟ من علی زند هستم و شما به تماشای ساعت شنی نشستید. همین اول اپیزود باید به این نکته اشاره کنم که حتی اگر امیرکبیر در حمام فین به قتل نمی رسید، باز هم اونقدر عمر نمی کرد تا شاهد خیلی از وقایع بعدی مثل انقلاب مشروطه و نهضت تنباکو باشه. در اون سالها نه تنها در ایران بلکه در اکثر نقاط دنیا امید به زندگی پایین بوده و مردم به دلایل مختلف به ویژه به دلیل مسائل بهداشتی و عدم پیشرفت علم پزشکی زیاد عمر نمی کردن. اگر عمر صدراعظمای ایران توی اون دوران رو ملاک قرار بدیم، میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که اگر قرار بود امیرکبیر به مرگ طبیعی بمیره، احتمالاً چیزی بین 55 تا 65 سال عمر میکرد. یعنی اگر امیرکبیر به قتل نمی رسید، احتمالاً حدود 15 سال فرصت داشت تا در روند تحولات ایران تأثیر بذاره. نکته دیگه این که حتی اگر امیر زنده میموند، بعید بود تمام این 15 سال باقی مونده عمرش رو صدراعظم باشه. با توجه به زیاد بودن تعداد مخالفین امیرکبیر و با توجه به شخصیتی که از ناصرالدین شاه سراغ داریم، احتمالاً امیرکبیر فقط نصف این مدت، یعنی حدود 7-8 سال میتونست صدراعظم باشه. با این وجود، با شناختی که امروز ما از امیرکبیر داریم، 7-8 سال زمان کمی نبوده برای اینکه امیر تأثیر خودش رو بر تاریخ و بر آینده ایران بذاره. اما برگردیم سر سوال اصلی. اگر امیرکبیر 15 سال بیشتر عمر میکرد، چه تأثیری میتونست روی تحولات ایران بذاره؟ احتمالاً مهمترین تحولی که در صورت زنده موندن امیر در ایران اتفاق میافتاد، تحول در حوزه آموزش و افزایش نرخ باسوادی بود. با توجه به نگاهی که امیرکبیر به اهمیت تحصیل و کسب علم داشته، احتمالاً اگر زنده میموند، ایران به جای اینکه فقط یک دارالفنون داشته باشه، چندین دارالفنون داشت. یعنی بعد از 15 سال به جای اینکه یک دارالفنون در پایتخت داشته باشیم، احتمالاً 3-4 دارالفنون در پایتخت و چندین دارالفنون در نقاط دیگه کشور مثل مشهد و تبریز و رشت و قزوین و شیراز و اصفهان یا شهرهای دیگه داشتیم. در این صورت بعد از 10-15 سال حداقل 2-3 هزار نفر تحصیل کرده داشتیم که با علوم و دانش فنی روز دنیا آشنا باشن. اگر امیرکبیر زنده میموند، دیگه نیازی نبود ما 4 دهه صبر کنیم تا کسی مثل حاج میرزا حسن رشدیه ظهور کنه و نهضت دبستان سازی در ایران رو کلید بزنه. به نظرم اگر امیرکبیر فرصت پیدا میکرد، خودش راه اندازی دبستان‌ها رو در نقاط مختلف کشور شروع میکرد. در این صورت بعد از حدود 1 دهه ما نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در خیلی از شهرهای کوچیک هم دبستان‌های متعددی داشتیم و خیلی از کودکا به جای حضور توی مکتب خونه ها به دبستان میرفتن و بر اساس متدهای روز دنیا باسواد میشدن. در نهایت اگر تمام پروژه های آموزشی امیرکبیر ثمر میداد، فارغ التحصیلان این مدارس و دارالفنون ها میتونستن بدنه اجتماعی و بدنه حامیان امیر رو تشکیل بدن و از اون پشتیبانی کنن. همچنین امیرکبیر میتونست از این طبقه نوظهور در اداره کشور هم استفاده کنه تا پروژه های اصلاحگرایانه با سرعت بیشتری پیش بره. خب همینجا به نظرم لازمه یک پرانتز باز کنم و 2 نکته رو بگم.
اول اینکه در نظر بگیرید ما داریم درباره دوره‌ای صحبت می‌کنیم که از هر 1000 ایرانی فقط 1 نفر توان خوندن و نوشتن داشته. بنابراین وقتی میگیم دارالفنون میتونست بعد از 10 دهه 2-3 هزار فارغ التحصیل داشته باشه، این عدد برای اون روزای ایران عدد قابل توجهی محسوب میشه. نکته دوم این که این حرفا که امروز ما درباره ایجاد دارالفنون و مدارس مدرن میزنیم به زبون ساده است. قطعاً راه اندازی این مراکز آموزشی مدرن توی اون دوره کار آسونی نبوده و امیرکبیر با راه اندازی این مراکز در بین ملاهای مکتب خونه ها و روحانیون سنتی دشمنای زیادی پیدا میکرده. پس نباید به ماجرا خیلی ساده نگاه کنیم. پرانتز بسته. طرح‌های اصلاح‌گرایانه‌ای که امیر در سر داشت فقط به دارالفنون و دبستان محدود نمی‌شد و حوزه‌های متنوع و مختلف دیگه‌ای رو هم شامل می‌شد. مثلا اگر امیرکبیر زنده می‌موند، احتمالاً در سال 1245 به جای اینکه تنها خط آهن ایران خط آهن تهران شهر ری باشه، خط آهن‌های طولانی‌تر با قطارهای بروزتری داشتیم. احتمالاً در اون سال تهران با خط آهن به شهرهایی مثل قزوین، سمنان و قم متصل شده بود و شاید احداث خط آهن تهران مشهد هم در دست بررسی بود. یا در مورد دیگه اگر امیرکبیر زنده میموند، پروژه گسترش و منسجم کردن ارتش ایران هم ادامه پیدا میکرد. در این صورت ارتش ایران بعد از 10-15 سال دیگه یک قشون غیر منسجم و چند پاره نبود که از مزدورا و نیروهای ایالتی تشکیل شده باشه، بلکه یک ارتش منسجم، حرفه‌ای، متحدالشکل و متمرکز بود که برای حفظ امنیت راه‌ها و دفاع از مرزها میشد روش حساب باز کرد. احتمالاً اگر امیرکبیر زنده میموند، در طول 10-15 سال کشور میتونست شاهد توسعه فنی و رونق گرفتن تولیدات صنعتی هم باشه. همونطور که اعتقاد و باور امیرکبیر به پشتیبانی و حمایت از تولید داخلی باعث شد که در طول 4 سال کارخونه‌های متعددی مثل پارچه بافی و شکرریزی و بلورسازی و کاغذسازی و چدنریزی در ایران ایجاد بشه، احتمالاً در سالهای بعدی هم توسعه این کارخونه‌ها در نقاط مختلف کشور ادامه پیدا می‌کرد. اتفاقی که میتونست هم در حوزه کسب و کار و هم در حوزه تجارت و بازرگانی تحول بزرگی ایجاد کنه و باعث بشه تا ایران در اون سالها علاوه بر موادی مثل ابریشم و پشم و پنبه محصولات مهمتر و بهتری به خارج صادر کنه و از واردات خیلی از محصولات مثل قند و شکر بی‌نیاز بشه. حوزه های زیادی هست که احتمالاً اگر امیرکبیر زنده میموند به اونا هم ورود میکرد، مثل سر و سامون دادن به امور مالیاتی کشور، مثل توسعه ارتباطات با دولت‌های خارجی، مثل توسعه خطوط تلگراف در کشور، مثل توجه به بهداشت عمومی و خیلی چیزهای دیگه که فرصت نیست اینجا بهش ورود کنیم. اما اینجا یک سوال مهم دیگه هم وجود داره. بعد از اینکه امیرکبیر در سن 60-65 سالگی و به مرگ طبیعی فوت می‌کرد، کشور به کدام سو می‌رفت؟ بعد از مرگ امیرکبیر، پروژه‌های اصلاحی اون چه سرنوشتی پیدا می‌کردن؟ برای پاسخ به این سوال میشه سناریوهای مختلفی مطرح کرد. یه سناریو میتونه این باشه که بعد از مرگ امیرکبیر یکی از شخصیت‌های نزدیک به اون صدر اعظم میشد و اصلاحات ادامه پیدا میکرد. در این سناریو فرض بر اینه که ناصرالدین شاه فریب منتقدا و مخالفای امیرکبیر رو نمیخورد و از تداوم پیدا کردن اصلاحات حمایت میکرد. در این سناریو توسعه و پیشرفت ایران ادامه پیدا میکرد و بعد از چند دهه خیلی از عقب موندگی‌های کشور جبران میشد. اگر چنین سناریویی اتفاق میافتاد، چه بسا نه ناصرالدین شاه ترور میشد و نه انقلاب مشروطه اتفاق میافتاد. انقلابی که یک واکنش طبیعی به ناکارآمدی حکومت و ظلم حاکمای قاجار بود. حتی میخوام یه قدم جلوتر برم. اگر اینطور میشد، دیگه نیازی به ظهور شخصیتی از جنس رضاخان هم نبود، چرا که تمام اقداماتی که اون میخواست انجام بده قبلا توسط صدراعظم‌های خوشنام قاجار انجام شده بود.
یا حتی میشه گفت در این صورت حکومت قاجار در سال 1304 به ته خط نمی رسید و دچار مرگ ابدی نمی شد. و اگر چنین سناریویی اتفاق می افتاد، شاید عامه مردم امروز از حاکمای قاجار به تلخی و به بدنامی یاد نمی کردن. خب این یک سناریوی خوشبینانه است. سناریوی دیگه میتونه این باشه که بعد از مرگ امیرکبیر مخالفای اون دور ناصرالدین شاه جمع می شدن و زیرا به تمام اطرافیان امیرکبیر رو می زدن. احتمالاً افراد و شخصیت‌هایی مثل وابستگان به سفارت روس و انگلیس، مثل روحانیون سنتی، مثل مقامات قدیمی دولت و اعضای دربار پیش شاه می‌رفتن و به شاه می‌گفتن که اطرافیان و طرفدارای امیرکبیر آدمای مشکوک و غیرقابل اعتمادی هستند. مخالفای امیر به شاه میگفتن که همه این افراد ته قلبشون ارادتی به پادشاه و حکومت قاجار ندارن و حتی ممکنه در یک شرایط خاص به جان پادشاه هم سوء قصد کنن. در این سناریو ناصرالدین شاه مقداری وحشت زده میشد، حرف مخالفای امیرکبیر رو میپذیرفت و دستور میداد که تمام اطرافیان امیرکبیر از دیوان و امور حکومتی حذف بشن. در نتیجه کشور به همون مدار و به همون مسیری برمیگشت که قبل از امیرکبیر در اون قرار داشت. در این مدل خیلی از اصلاحات امیرکبیر متوقف میشد. خیلی از دبستان‌های کشور تعطیل میشد و دوباره مکتبخونه‌ها رونق می‌گرفت. نظم امور مالیاتی برهم می‌خورد، فقر دوباره گسترش پیدا می‌کرد و کشور دوباره به محلی برای رقابت روس و انگلیس تبدیل می‌شد. در این سناریو نه تنها انقلاب مشروطه منتفی نمی‌شد، بلکه انقلاب مشروطه خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد. یعنی به جای اینکه در حکومت مظفرالدین شاه انقلاب مشروطه اتفاق بیفته، مخالفا و منتقدا در دوره ناصرالدین شاه انقلاب می‌کردند. انقلابی با شعار بازگشت به اصلاحات امیرکبیر. انقلابی که احتمالاً شانس موفقیتش از انقلاب مشروطه هم کمتر بود. خب اینم یک سناریوی بدبینانه است. یک سناریو هم وجود داره که نه زیاد خوشبینانه است و نه زیاد بدبینانه. اونم اینه که بعد از مرگ امیرکبیر هم خیلی از مقامات سابق دولتی که در دوره امیر خانه نشین شده بودن به حکومت برمیگشتن و هم خیلی از شخصیت‌های برجسته دوره امیرکبیر در دیوان و دولت حفظ می‌شدن. در این سناریو اطرافیان امیرکبیر همچنان در حکمرانی مشارکت می‌کردند و اصلاحات امیرکبیر هم کجدار و مریض ادامه پیدا می‌کرد. در این سناریو احتمالاً هر وقت شرایط سخت می شده و کفگیر بودجه به ته دیگ می خورده، صدر اعظم از بین تحولخواها و اصلاح طلبها انتخاب می شده و باز بعد از مدتی و وقتی اوضاع نرمال می شد، محافظه‌کارا به قدرت برمیگشتن. نکته مهم در این سناریو اینه که تحولخواها و اصلاح طلبها هیچ وقت به شکل کامل از حکومت حذف نمی شدن. اونا در خیلی از مقاطع بحرانی گره‌های زیادی رو باز می‌کردن و باعث می‌شدن تا بعضی از مشکلات مردم و حکومت قاجار حل بشه. اگرچه ظاهر این سه تا سناریویی که من مطرح کردم خیلی با هم فرق داره، ولی در اصل ماجرا زیاد تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. ماجرا اینه که اگر امیرکبیر در حمام فین کاشان کشته نمی‌شد و 10-15 سال بیشتر زنده میموند، این احتمال وجود داشت که کشور ما خیلی زودتر وارد مرحله تجدد و توسعه بشه. در نتیجه ایران در ابتدای قرن 20 دیگه به عنوان یک کشور عقب مونده شناخته نمیشد و فاصله ما از سایر کشورها آنچنان زیاد نبود و اگر اینطور میشد احتمالاً ایران در طول قرن 20 مسیر متفاوتی رو طی می‌کرد و حتی ممکن بود امروز ما در شرایط بهتری قرار داشته باشیم. اگر تا اینجای ویدیو رو تماشا کرده باشید، احتمالاً پاسخ‌ها و فرضیه‌های متفاوتی در ذهن شما هم شکل گرفته. برای ما کامنت بذارید و بگید که شما چطور به موضوع نگاه می‌کنید. به نظر شما اگر امیرکبیر به قتل نمی‌رسید، سرنوشت ایران چه تغییری میکرد؟ اگر امیرکبیر زنده میموند، امروز ما به تحولات اون دوره و به شخص امیر چطور نگاه میکردیم؟
آیا واقعاً زنده موندن امیر میتونست مسیر تاریخ و سرنوشت ما رو تغییر بده؟ ممنون که این ویدیوی ساعت شنی رو هم تماشا کردید. این اپیزود در ژانر تاریخ جایگزین ساخته شده. اگر علاقه دارید درباره این ژانر بیشتر بدونید، میتونید در گوگل مطالب مفیدی رو پیدا کنید. همونطور که قبلا هم گفتم، ویدیوهایی که توی این ژانر میسازم بیشتر یک کنجکاوی ذهنی و یک بازی فکری تاریخیه. در نتیجه چیزایی که توی اون گفته میشه قطعیت نداره.